درود بر شما بینندگان فرهیخته به چینل یوتیوب باغ اندیشه خوش آمدید. در این برنامه با زندگی یکی از بزرگترین شاعران، عارفان و متفکران تاریخ ادبیات فارسی آشنا می شویم. شخصیتی که نامش برای همیشه در تاریخ و ادبیات جهان جاودانه مانده است. او کسی نیست جز مولانا جلال الدین محمد بلخی. عزیزان، قبل از اینکه به زندگی نامه مولانا برویم، لطفاً کانال باغ اندیشه را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی بهره مند شوید. مولانا جلال الدین محمد بلخی که در سراسر جهان به نامهای مولوی و رومی نیز شناخته می شود، یکی از بزرگترین شاعران، عارفان و اندیشمندان جهان فارسی زبان است. وی در سال 604 هجری قمری در شهر بلخ که آن زمان بخشی از خراسان بزرگ بود و امروزه در افغانستان قرار دارد چشم به جهان گشود. پدرش بهاوالدین به سلطان علما نیز شهرت داشت. از عالمان و صوفیان برجسته روزگار خود بود. مولانا دوران کودکی را در کنار پدرش سپری کرد، اما به دلیل ناآرامی‌های ناشی از حمله مغول و همچنین اختلاف پدرش با خوارزمشاه، خانواده‌اش ناچار به ترک بلخ شدند و سفرهای طولانی را آغاز کردند. در مسیر این سفر آنان از نیشاپور گذشتند، جایی که مولانای نوجوان با عارف بزرگ فریدالدین عطار نیشاپور دیدار کرد. گفته می شود عطار با دیدن استعداد شگفت‌انگیز او به پدرش گفت: زود باش که این پسر شما آتشی در سوختگان عالمی می زند. پس از سالها سفر و اقامت در شهرهای مختلف، خانواده مولانا سرانجام در قونیه پایتخت سلجوقیان روم ساکن شدند. بهاوالدین ولد در آنجا نیز جایگاه والایی یافت و به تدریس و ارشاد مردم پرداخت. پس از درگذشت پدرش در سال 628 هجری قمری، مولانا که آن زمان 25 سال داشت، جانشین پدرش گردید و به تدریس علوم دینی و هدایت مردم پرداخت. دانش، تقوا و شخصیت برجسته او سبب شد که آوازه‌اش در سراسر منطقه گسترش یابد. نقطه عطف زندگی مولانا دیدار با شمس تبریزی در سال 642 هجری قمری بود. این دیدار دگرگونه بزرگ در روح و جان او ایجاد کرد. مولانا را از یک فقیر و مدرس علوم دینی به شاعر و عارف شوریده دل تبدیل کرد. شمس تبریزی مردی وارثه، آزاداندیش و صاحب دانش عمیقی بود. مولانا چنان شیفته او شد که بیشتری وقت خود را با شمس سپری می کرد و حتی از تدریس فاصله گرفت و این دلبستگی حسادت برخی از اطرافیان مولانا را برانگیخت. سرانجام شمس در سال 645 هجری قمری به گونه مرموز ناپدید شد. این جدایی اندوه بزرگی در دل مولانا بر جا گذاشت و سرچشمه بسیاری از سرودهای عاشقانه، عارفانه او شد. اشعاری که بعدها در دیوان شمس یا دیوان کبیر گردآوری شدند. مولانا در فراق شمس چنین می سراید: ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما. ای در شکست جام ما، ای بر دریده دام ما. ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما. جوش بنی در شور ما، تا می شود انگور ما. ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما. پس از ناپدید شدن شمس، مولانا با حسام الدین چلبی، یکی از مریدان وفادار خود همراه شد. حسام الدین نقش مهمی در شکلگیری بزرگترین اثر مولانا یعنی مثنوی معنوی داشت. به درخواست او مولانا سرودن این شاهکار جاودانه را آغاز کرد. مثنوی معنوی در 6 دفتر و با بیش از 25,000 بیت سروده شده است و بسیاری آن را قرآن پهلوی نامیدند. این اثر گنجینه‌ای از عرفان، حکایت‌های تمثیلی، آموزش‌های اخلاقی و الهی است که با زبان شیوا و دلنشین بیان شدند. مثنوی با این ادبیات مشهور آغاز می شود:
بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. علاوه بر مثنوی معنوی و دیوان شمس، آثار ارزشمند دیگری نیز از مولانا به یادگار مانده است، از جمله فی مافیه، مکتوبات و مجالس سبعه. سرانجام مولانا جلال الدین محمد بلخی در سال 672 هجری قمری در شهر قونیه چشم از جهان فرو بست. پیکر او با حضور انبوهی از مردم به خاک سپرده شد. آرامگاهش امروزه یکی از مهمترین زیارتگاه‌های عاشقانه، عرفان و ادب از سراسر جهان است. اندیشه مولانا با تاکید بر عشق الهی، وحدت، انسان دوستی و سیر و سلوک معنوی تأثیر عمیقی بر فرهنگ، ادبیات و عرفان جهان گذاشته است. آثار او به ده‌ها زبان ترجمه شده و همچنان الهام بخش میلیون ها انسان در سراسر جهان است. سپاس که تا پایان این برنامه با باغ اندیشه همراه بوده اید. اگر از این ویدیو لذت بردید، لطفاً آن را لایک کنید، دیدگاه های ارزشمندتان را با ما در میان بگذارید و برای تماشای برنامه های بعدی چینل باغ اندیشه را دنبال کنید.